راجع به فرهنگ و تمدنی به نام پشتون بیاد یه کتابخونه بیارید. آقای محترم رعایت کن به عنوان یک کسی که درس خوانده، به عنوان یک کسی که تحصیل کرده، باید اینو بفهمه که دخالت در امور یک کشور دیگر پذیرفتنی نیست. دخالت پذیرفتنی نیست. دخالت مستقیم و توهین مستقیم به کشور من، به هموطنان من هست. این پذیرفتنی نیست برای من. پشتون چرا تاریخ اندازی میکنی؟ چرا تفره میرین؟ از این بگو که محمودی افغان چند سال در کشورت حکومت کرد، چرا از اینا نمیگی؟ چرا از مایده ها نمیگی؟ چقدر تاریخ برات از پشتون بگم؟ از حکومت اوتکیان، از حکومت درانی ها، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان، امیر فلانی خان، شاه امان الله خان، ظاهر شاه، حکومت هایی که من در طول تاریخ برات نام بگیرم، از عمر کشورت زیادتر پشتون ها در رأس بوده و حکومت کرده. از عمر کشورت که ایران در سال 1352 ایران میشه، حکومت پشتون ها و افغان ها عمرش زیادتر و قدمی تر است برادر. پس ما به فارسی زبان هستیم یا دری زبان هستیم، نوکر برده تو نیستیم. تاریخ پشتون افتخار من تاجیک است. گذشته پشتون افتخار من تاجیک است. شما این اجازه را نداری بیایی به هموطنان ما توهین بکنی و تاریخ در مورد تاریخشون قضاوت بکنی.